در مورد ازدواج با خواهر و مادری که شما میگین، ببین عزیز دل من، اینم کتاب بخاری است، روایت 5113 هم. از هشام از پدرش روایت است که گفت خوله بنت حکیم در زمره زنانی بود که نفسهای خود را به پیامبر بخشیده بودند. می آمد دستر را محمد را بگی مرا بر تخت خوابت. عایشه گفت آیا زن نمی شرمد که نفس خود را به مرد ببخشد؟ نفس مراد از نفس آلت تناسلی و سکس است. در اینجا به خاطر که نفس بخشیدن چی معنی میده؟ خب تن است. اینجا نفس اون نفسی نیست که میگه نفس ما پاک باشه. اینجا مراد از نفس تن است، خود انسان است، بدن انسان است. آیا زن نمی شرمد که بدن خود را به مرد ببخشد؟ و آنگاه بود که این آیه بر جواز آن نازل شد. نوبت هر یک از زنانت را که خواهی به تأخیر بینداز. باز عایشه چی گفت؟ گفتم یا رسول الله نمیپندارم جز این که پروردگار تو نه پروردگار ما. عایشه اصلا این را خدای محمد میگفته پیشوری محمد. پروردگار تو در برآورده ساختن خواسته جنسیت شتاب میکند. ببینید دوستان عزیز، خوله دختر حکیم زنی بوده که زن محمد شده. این خوله چی کسی است؟ بریم به کتاب مسند امام احمد ابن حنبل. در کدام صفحهش؟ در جلد 35 صفحه 292 روایت 27313 مسند امام احمد ابن حنبل است. خوله دختر حکیم خاله محمد بوده. پیامبرتون با خاله خود ازدواج کرده لاله گرامی. خاله خود را در رخت خواب برده پیشوری زن خود عایشه. بعد شما من چی میگین؟ که نمیدونم کوروش با دختر خود عروسی کرده، ای با او عروسی کرده. تو از کسی پیروی میکنی که از جانب خدا آمده. از جانب خدا آمده. خوله دختر حکیم که در اینجا آمده خاله پیامبر بوده. محمد با خاله خود ازدواج کرده. و یک روایت آخر ببینیم به خشوع خود چشم داشته محمد، به مادر عایشه چشم داشته. زنان صحابه حورالعین دنیا، محمد در مورد زنان صحابه نظر میداده که اینا مقبول هستند. مگر من میتونم در مورد زن رفیقم نظر بدم که مثل حور است؟ نه، اخلاقم اجازه نمیده. رفیقم در دهنم میزنه میگه تو چی؟ مگر تو بی‌ناموس هستی کارا میکنی؟ نمیکنن توهین. اجازه داریم در مورد زن رفیقم به اندازه نظر بدیم که اونجا قسمتای بدنش را مثال بزنیم. قال رسول الله چی میگه؟ میگه که کسی که دوست دارد زنی از حوریان بهشت را ببیند با ام رومان بنگرد. این ام رومان چه کس بوده؟ زن ابوبکر، مادر عایشه، خشوع محمد ابن عبدالله. کسی که میخواد به حور ببینه. حور به چه خاطر از دوستان؟ به خاطر رابطه جنسی. حور به خاطر معاشقه و زندگی و تولید مثل نیست. حور صرف به خاطر رابطه جنسی است که در قرآن در مورد پستانش آیت آمده. بعد در مورد کسی که محمد میگه که کسی میخواد حور را ببینه با اون مشخصات بدنی باید به خشوع ما را ببینه. پس از ادامه بدیم. 100 تا از این روایت ما دارم بخوانم براتون. کفایت میکنه. لالا شما دیگه داد از این مسائل نزنین که والا ما در اسلام به زنان ما ارزش قائل هستیم. پیامبرتون با عروس خود رحم نکرد، با دختر 6 ساله رحم نکرد، با خشوع خود رحم نکرد. وسط پستانهای فاطمه را معذرت میخوایم از بانوان واقعا که اینجا هستن، با زبان خود لشت میزد، میلیسید، لک میکرد. حالا شما آمدین میگین که پیامبر ما با زنان خود ارزش قائل بوده و زنان آزاداندیش فلان هستن، زنان آزاداندیش بهمان هستن. شام چیز خوبه از دیگه مشکل بگذارن از میگه. با تشکر.